سلام دوستان، خیلی خوش اومدید به این ویدیو. من منتای هستم. امروز بودم بهتون 6 از بهترین اتچمنت های سیزن رو بدم. خب قبل اینکه بریم اتچمنت رو من تست کنم، لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. چیزی نمونده تا 300 تا بشیم. بریم که اتچمنت ها رو با هم دیگه تست کنیم. دوستان من دسته اساس رایفل 2 تا گان آوردم، SMG 1 گان، شاتگان 1 گان و اسنایپ. اولین گان که واسهتون آوردم گان AK47 که واقعا خیلی قویه، از نظر دمیج بالا داره و جوری چیدم که لگد نداشته باشه. بریم من اتچمنت رو واسهتون تست کنم. یکم پینگ هم خرابه این روزا، واقعا نتا خیلی ضعیفه. اتچمنت AK47 فکر کنم یه خیلی هاتون یه فکر کنم 50-60 درصدتون AK47 گرفته دیگه. من کنم تو یه هفته اول گرفتم، نمیدونم چطوری ولی بهم داد. خب این اتچمنت AK47 من انرژی ندارم، خیلی خستم، از 12 خودش اومدم واقعا خستم. گفتم سریع ویدیو رو بگیرم که فردا آپلود کنم. مرامیم لایک رو بکوب ناموسم. 40 تا صابونه تا 300 تاشیم. ببینیم که چیکار میکنیم. اتچمنت AK47 رنج دورم خیلی خوب میزنه. گانه واقعا خیلی خوبیه. گانه خوبیه ولی بعد از AK117. چون اول AK117 بعد از AK117. خب اینم از گانه صدای بازی یکم زیاد بود. اینم از گانه AK47. حالا بریم سراغ گانه بعدی که از دسته SMG هست، گانه مکتن. این که من اصلا SMG پلیر نیستم ولی من یه ویدیو کلا گذاشتم، ویدیو بولم اونم اتچمنت های سیزن 11 بود فکر کنم دقیقا نمیاد. این اتچمنت من واقعا دارم هر سیزن استفاده میکنم بعضی موقع، با اینکه SMG پلیر نیستم ولی بعضی موقع میشینم واقعا اصلا نرف نمیشه. خیلی اصلا مکتن قویه. 120 تا فایر ریت داره، از سنک هم بهتره. 53 تا تیم می‌کنه. یه تیم می‌خواد ناموسم. ما بریم مپ رو با این رنگ اتچمنت رو ببینیم. 8 میلیون اتچمنت گاز. بریم سراغ اتچمنت بعدی که گان HS بهترین شاتگان HS اتچمنتی آوردم که از نظر فست اسکوپ، هیپ فایر، وان شاتش خیلی خوبه. این پینگی منم بعده خودتون نگاه کنید دیگه. HS بعضی موقع وان شات نگاه چون نگاه کنید 8 تا خشاب داره. اگه اون 8 تا بهش بخور ریجستر بشه 100% وان شده. با این پینگی که ما داریم الان وان شدی واقعا یکم سخته. دوستان اگر دوست دارید آموزش شاتگان شلاقی هم بهتون یاد بدم حتما تو کامنت ها بهم بگید، یه ویدیو بلند واسش بسازم در مورد شاتگان شلاقی. من با نیزم شاتگان شلاقی میزنم. خودتون دارید نگاه میکنید دیگه. پشت سرم دارم اینجا. این از اتچمنت HS میبینیم نینجا شات بزنیم باش اگه بتونیم. اینم این نینجا شات به عشق خودتون. و اینم از اتچمنت HS بود که واقعا بهترین اتچمنت HS. من خودم از اسکلتی قبلا خیلی دوست داشتم. موقعی که زدم بتل پسشو واقعا یکم باشه بودیم حالا بچه واقعا زده شما ازش زده شدم. حالا من خودم دیفالتشو برمیدم بدون کمون. خیلی هم با اون خوب بازی میکنه. احساس میکنم گنده است اسکلتی. این از اتچمنت HS بود. بریم سراغ اتچمنت بعدی دسته اسنایپر و گان DLQ دیگه. DLQ هم بهترین اسنایپر بازیه.
بهترین اسنایپر بازی DLQ از نظر و خشاب فریز میخوره برای از نظر واشون ایم راش از هر نظری واقعا این اتشمنت خیلی خوبه. فریز هم میکنه قشنگ میتونی راش کنید. 1.5 ثانیه 2 ثانیه طرف فریز میکنه. تیر بعدی راحت بزنید و یه خشاب تیر بذارید 6 تا 8 تا تیرش میشه خوبه. میتونیم با یه نینجا بزنیم وان شات فکر میکنم بشه نخوردش. اتشمنت نخوردش. خب این هم از اتشمنت گانه PLP اتشمنت آخر و گانه گاد. واقعا میتونم میگم گاد. گانه 117 لعنتی نرف نمیشه. نرفش هم میکنن انگار بافتر میشه. نگاه کن دیگه بهترین اتشمنت بهترین اتشمنت واسش آوردم. خودتون دارید نگاه میکنید دیگه. یه خوب سایده میکن خیلی هاتون گرفتید. من یه خوشگاه یه سفیدی خیلی زیاد آوردم. یه دونه داشتم متیک زدم پشمام ریخت 200 تا بهم داد یهو. من یه حالی داشتم اصلا خیلی خوب بود. 200 تا یهویی بهم داشتم پشمام ریخته بود. 10 ثانیه کف کرده بودم. ببینیم 200 تا داد. من سفید زیاد نیستم یهو سفیدی بش بذار بینم یه سفیدی بدیم. واقعا 117 یکی از بهترین اسلحه رایفل. بهترین اسلحه رایفل دیگه. بهتر از این گان دیگه مگه هست؟ بهترین اتشمنت هم خودم آوردم از هر رنج دور نزدیک. خب دوستان این از اتشمنت یکی سایبری کلاوی بریم که من اتشمنت رو بهتون بدم به اضافه چند تا اتشمنت به اضافه چند تا اتشمنت دیگه. خب اولین گان AK47 اتچمنتش رو بردارید. واسه گان AK47 واقعا بهترین اتچمنت AK47 اسکرین شات بگیرید. و گان بعدی گان مکتن موز که خیلی خوبه. مکتن موزی یا مکتن اینم اسکرین شات بگیرید. اینطور گوشی برگشت. و اتشمنت HS این از اتشمنت HS. اگه خیلی موومنت پلیرید میتونید نوستوکو بذارید به جای آمبر برل و به جای این هم سیتفل بذارید. چرا نگذاشتم 84 تا بهش موبیلیتی میده. اگه واسه وان شاتی و این چیزا بهتون اینو پیشنهاد میکنم وانشش بیشتر باشه. این اتشمنت اینم اسکرین شات بگیرید. و گان بعدی هم گان DLQ اینم اسکرین شات بگیرید. گان DLQ و گان گاد AK117 بهترین اتچمنت AK117 در این سیزن. و بریم که من یه اتچمنت میخواستم واسه HDR بدم. HDR اینستنم باف شده و این اتچمنت واسه HDR واقعا خیلی خوبه از نظر ریجستری رنج و یکم سنگینه دیگه از نظر واشون اسکوپ. یه پرک فستسکوپ بندازید کار واسهتون در میاره. اینم اسکرین شات بگیرید. دوست داشتم بیبای و کیارم هم بدم. کیارم خوبه واقعا رای دور خیلی خوب وان شات کنه. بیبای واسه موومنت پلیراست. حالا این واسه کیارمه که واقعا رای دور خیلی خوب وان شات میکنه. اینم اسکرین شات بگیرید. و یه بیبای هم بدم. این بیبای واسه کسی که موومنت پلی میده. بیبای هم بچینید. مثلا بعضی موقع واسه سولو به کسی که سولو به اسکواد میزنن چیزا بعضی موقع از این استفاده میکنم. خیلی سریعه.
و چرا دوباره گوشی برگشت و میخواستم مثلا خیلی با مکتن حال نمیکنن، بهشون میخواستم فنک هم بدم. این از اتیمنت فنک واقعا خیلی خوبه، اینو حتما تستش کنید. و این گانو نمیخواستم بدم ولی یه الان به ذهنم اومد گانو مثلا CR Max کسایی که لجندش گرفتن بعضی ما استفاده میکنم دیگه، چون مثلا لجند دارم. دانلود چیه؟ دانلود نشه اشکال نره، شما به جای اینو بذارید. اینم از اتچمنت CR Max نمیدونم ولی به ذهنم خورد گفتم بدم بهتره دیگه. دوست داشتید استفاده کنید، دوست داشتید استفاده نکنید، فدای سرتون. خب دوستان میدم بیشترش 5 تا شد ولی خب اشکال نداره. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودید. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دوستان 40 تا ساب مونده تا 300 تاشیم، ممنون میشم سابسکرایب کنید. و مرسی که تا اینجا ویدیو، تا ویدیوی بعد فعلا خدا حافظ.